به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه گذشته یه مقدار در مورد اعداد با معنی صحبت کردیم. به مبحثمون به اینجا رسید که حالا اگه ما اعدادی رو بهمون دادن که تعداد ارقام با معنیش بیشتر از تعدادی بود که ما مد نظرمون هست و بخوایم تبدیلش کنیم، باید چه کاری انجام بدیم؟ خب بحثمون رو با همین مبحث شروع میکنیم. بهش میگن طریقه گرد کردن اعداد، یا اومد گرد کردن اعداد رو بلد باشیم تا یه مرحله حالا اون موردی که گفتم خدمتتون رو بتونیم انجام بدیم. خب طریقه گرد کردن رو اکثرا خوندی توی کتاب‌های مختلف، اما ما اصول اصلیش رو میگیم خدمتتون و مثالا براتون میزنیم. خب من چطور میتونم یه عدد رو کوچیک کنم یا گردش کنم؟ مورد اول یا قاعده اولی که میخوام براتون توضیح بدم این هست: اگر رقم بعد از آخرین عددی که باید حفظ شود کوچکتر از 5 باشد، تمام ارقام ناخواسته را حذف کرده و در آخرین عدد تغییری ندهید. خب منظورم چی؟ مثلا این عددی که به شما دادن 3.6247. خب این عدد رو دادن، گفتن این عدد رو تا 3 رقم با معنی برای من گرد کنید. یعنی من قبول ندارم الان این خودش چند رقم با معنی داره؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 رقم با معنی داره. گفتن تا 3 رقم با معنی برای من گردش کنید. خب شما میدونید از سمت چپ میاد دیگه، 1 2 3 با این خط قرمز که من کشیدم تا این 3 رقم باید حفظ بشه. درسته؟ چقدر باید حفظ بشه؟ خودش گفته تا 3 رقم با معنی. پس من 3 رقم اول رو باید حفظ کنم، تا 2 رو باید حفظ کنم. خب نگاه میکنم به عدد بعدی که میخوام حذفش کنم. شما از 2 به بعد رو باید حذف کنید دیگه، یعنی تا 2 نگه دارید، 4 و 7 رو باید حذف کنید. خب فقط به عدد بعد از 2 من نگاه میکنم، ببینم 4، چون 4 کوچیکتر از 5، کلا 4 به بعد رو حذف میکنم، هیچ تغییری هم توی این عدد آخریه نمیدم، میشه 3.62. پس چون اون عددی که بعد از اون عددی که حفظ میشه، یعنی تا 2 حفظ میشه، عدد بعدیش رو من نگاه کنم، اگه اون عدد بعدی زیر 5 باشه اصلا کاری به اعداد بعدیش هم ندارم، اون زیر 5 باشه دیگه حذفش میکنم، هیچی هم به این عدد اضافه نمیکنم. خب این قاعده اول. قاعده دوم میگه اگر رقم بعد از آخرین عددی که باید حفظ شود بزرگتر از 5 یا 5 همراه با ارقامی بعد از آن باشد، آخرین عدد را با 1 جمع کرده و تمام ارقام ناخواسته را کنار بگذارید. خب مثلا این عدد رو به من دادن، گفتن تا 4 رقم با معنی گردش کنید. خب من 4 رقم رو جدا میکنم، 1 2 3 4 تا شماره 4 رو من زیرش خط کشیدم. پس تا اینجا باید حفظ بشه. خب الان باید چی رو حذف کنم؟ شما 7 رو باید حذف کنید. خب اون رقمی که میخواد حذف بشه 7 دیگه، درسته؟ میبینیم بالاتر از 5. خب چون بالاتر از 5 این 7 رو حذف میکنم، اما یه رقم به اون عدد آخریه اضافه میکنم، پس میشه 7.565. درسته؟ پس قاعده دوم میگه اگه اونی که میخواد حذف بشه بالاتر از 5 باشه حذفش بکنید، اما یه دونه هم به قبلی اضافه کنید. خب حالا مورد بعدی مثلا این عدد رو داده، گفته تا 2 رقم با معنی گرد کنید. درسته؟ خب شما 2 رقم رو نگه میدارید، حالا من زیرش خط قرمز کشیدم، میخواید حذف کنید 5. خب باید دقت کنید 5 تنهاست یا 5 همراه با ارقامی بعد از آن. نگاه کنید گفته اگه 5 همراه با ارقامی بعد از آن باشد، این 5 0 1. خب 0 که هیچی، اما 1 رو نگاه کنید بالاخره از 5 بالاتره. درسته؟ اگه 5 خالی بود خب قاعده بعدی است که براتون میگم، اما اگه 5 یه ذره بالاتر بود، یعنی 5 همراه با ارقامی بعد از اون بود، این هم شبیه به همین قاعده است، من حذفشون میکنم، یکی به قبلی اضافه میکنم، پس میشه 6.3. اینم از این قاعده. خب حالا بخوایم بریم قاعده بعدی، قاعده سوم. اگر رقم بعد از آخرین رقمی که قرار است حفظ شود 5 باشد و پس از آن رقمی نباشد، یا فقط 0 باشد، یعنی فقط 5 و 0 باشه، یعنی خود 5 باشه بیشتر نباشه، 5 را حذف کرده و آخرین رقم را در صورتی که فرد باشد با 1 جمع بسته و اگر زوج باشد بدون تغییر بگذارید. در چنین مواردی آخرین رقم گرد شده زوج خواهد بود. 0 رو هم یک عدد زوج به حساب آورید. درسته؟ خب نمونه مثال، این عدد رو به من دادن، گفتن تا 2 رقم با معنی. خب من 1 2، یعنی تا 2 رو باید حفظ کنم تا عدد 2.
خب 5 رو میخوام حذف کنم، نگاه میکنم بعد از 5 صفره، یعنی خود 5 بیشتر نیست. پس میام از قاعده سوم استفاده میکنم. میگه زمانی که 5 بودی یا 5 و 0 بودی، یعنی بعد از 5 عددی دیگه نبود، شما این 5 رو حذف کنید. حالا نگاه به این عدده بکنید. اگه زوج بود هیچی بهش اضافه نکنید، خودش رو بذارید. اگه فرد بود یه دونه بهش اضافه کنید. درسته؟ خب حالا این زوج هست، پس 3 و 2 دهم خودش میمونه و من چیزی بهش اضافه نمیکنم. اما مثلا این عدد رو گفته تا 3 رقم با معنی. نگاه کنید 7 و 6 و 3 رو من باید نگه دارم. اونی که میخواد حذف شه 5. خب از این قاعده باید پیروی کنه. 5 رو حذف میکنم، اما نگاه کنید اون عدد آخریه فرده، پس یکی بهش اضافه میکنم، میشه 7 ممیز 64. مورد بعدی تا 3 رقم با معنی. درسته؟ 1 2 3 تا 3 رقم با معنی رو من باید حفظ کنم. تو این 3 رقم که حفظ کنم 5 رو باید حذف کنم. خب 5 رو بخوام حذف کنم، 0 جزء چیه؟ گفتم 0 رو یه عدد زوج حساب کنید. درسته؟ پس 0 جزء عدد زوجه، پس این 5 حذف کنم، بعد یه دونه به این 0 اضافه، ببخشید نیازی نیست به 0 اضافه کنید چون گفتیم به اعداد زوجا نیازی نیست که تغییری توش بدیم. پس میشه 8 ممیز 10 حفظ میشه. درسته؟ پس الان 3 قاعده من به شما گفتم. زمانی که عددی که میخواد حذف، اولین عددی که میخواد حذف بشه زیر 5 باشه که من هیچی به عدد قبلیش اضافه نمی کنم. وقتی که عددی که میخواد حذف بشه بالای 5 باشه که اون من یه دونه به قبلیش اضافه میکنم. اما این مورد سوم، وقتی 5 فقط 5 باشه یا 0 بعد از 5 باشه و هیچ عددی بیشتر نباشه بخوای حذفش کنی، شما باید اینجا رو دقت کنید که عدد قبلی شما زوج یا فرد. اگه زوج باشه هیچ تغییری نمیخواد توش بدین، اما اگه فرد باشه باید یه دونه بهش اضافه کنیم. خب دلیل این روش، یعنی همین روش سوم، دلیل این روش اختیاری این است که به طور میانگین مقادیر اضافه شده و مقادیر حذف شده برابر باشند. میگه کلا دلیل این قاعده سوم اینه که ما تقریبا به یه میزان زیاد و کم کنیم، چون اون موارد خب مشخصه بالای 5 زیر 5. وقتی 5 باشه برای اینکه بخوایم تعادل رو برقرار کنیم مجبوریم عدد قبلش رو زوج فرد در نظر بگیریم و به این صورت عمل کنیم که تقریبا مقادیری که اضافه میکنیم با مقادیری که حذف میکنیم تقریبا با هم دیگه برابر باشند. خب ما اون ستا رو خوندیم که این مورد 4 و 5 رو اجرا کنیم. این مورد 4 و 5 مهم هستن، لطفا خوب گوش کنید و من تمرین در این مورد میدم که انشالله خودتون حل کنید. حالا سعی کنید حل کنید که ما جلسه آینده که اومدیم انشالله حالا صحیحش رو میگیم براتون. مثلا مورد 4 چیه؟ میگه نتیجه یک عمل جمع یا پاسخ تفریق، یعنی وقتی جمع و تفریق من بخوام انجام بدم باید با همان تعداد ارقام اعشاری موجود در عدد دارای کمترین رقم اعشاری گزارش شود. الان توضیح میدم براتون. میگه وقتی که شما مثلا این مثال رو داشته باشید 161 ممیز 0 32 به اضافه 5 ممیز 6 به اضافه 32 ممیز 45 24، این سعدد رو به شما بدن، بگن که جوابش رو به دست بیارید. با توجه به اعداد با معنی جوابش رو به دست بیارید. خب شما چی کار میکنید؟ اولین کاری که میکنید با ماشین حساب اینو جمع میزنی. این شد جواب ماشین حسابی. یعنی این ستا رو با هم جمع بزنیم میشه 199 ممیز 0 844. خب این جواب ماشین حسابی. من اینو نمیتونم قبول کنم. خب چون گفته بر اساس اعداد با معنی. خب توی جمع و تفریق چیکار میکنم؟ میگه میاد تمام اعداد رو بررسی میکنید. ببینید بعد از اعشار چند تا رقم دارند. بعد از اعشار چند تا رقم دارند توی چی؟ توی تفریق و جمع. خب اینجا رو نگاه کنید. شما کاری به با معنی و بی معنی اینجا نداشته باشید. فقط ببینید بعد از اعشار چند رقم داره. این بعد از اعشار 3 رقم داره. این بعد از اعشار 1 رقم داره. این بعد از اعشار 4 رقم داره. درسته؟ خب اونی که کمترین رقم رو بعد از اعشار داره انتخاب کنید. من زیرش تیک زدم. خب میگه جوابتونم جوری بگید که مثل این عدد 1 رقم بعد از اعشار داشته باشه. پس زمانی که تفریق و جمع دارید اینجوری عمل میکنید. اولا میایید جواب ماشین حسابی در میارید. حالا میخواید جواب رو اوکی کنید، یعنی با اون اعداد با معنی خودشون مقایسه کنید. میایید و اول همون چند تایی که با هم جمع کردید، 10 تا عدد جمع کردید یا هر چیزی، ببینید هر کدوم چند تا بعد از اعشار داره. کمترینش رو انتخاب کنید. این 1 رقم بعد از اعشار برای من شد کمترین. پس جوابت هم باید 1 رقم بعد از اعشار بیشتر نباشه. خب الان میخوام اینو تا 1 رقم بعد از اعشار حساب کنم، یعنی تا این 0 باید نگه داشته بشه. اولین عددی که باید حذف بشه 8. 8 بالاتر از
5، بنابراین حذفش میکنم، یه دونه به این اضافه میکنم. درسته؟ طبق اون 3 تا قاعده ای که خوندیم وقتی میخوایم گرد کنیم اون عدد اولی که میخواد حذف بشه رو نگاه میکنیم، چون بالای 5 پس حذفش میکنیم، یه دونه به این اضافه میکنیم. باید جواب به صورت 199 = 1 گزارش شود، زیرا عدد 5 = 6 فقط یک رقم بعد از ممیز دارد. درسته؟ پس از روی اینا متوجه میشید تا کجا رو باید حفظ کنید و بعد با توجه به اون 3 تا قاعده ای که بهتون گفتم تازه گرد کردن رو انجام میدید و میتونید موفق بشید که جواب اصلی با معنی رو به دست بیارید. خب 5. حالا پاسخ یک عمل ضرب یا تقسیم را چیکار میکنید؟ این برای جمع و تفریق بود. حالا برای ضرب و تقسیم فرق میکنه اوضاع. پاسخ یک عمل ضرب یا تقسیم را برابر تعداد ارقام با معنی مربوط به نادقیق ترین عبارت به کار رفته در محاسبه گرد کنید. خب منظورم چیه؟ نگاه کنید، مثلا این دوتا عدد 152 - 0.6 ضرب در 24 صدم رو به شما دادن، گفتن که جواب به دست بیارید با طبق اعداد با معنی. خب شما اولین کاری که میکنید تو ماشین حساب میزنید و جواب ماشین حسابی رو مینویسید. خب حالا بعدش اینجا دیگه نگاه نمی کنید به رقم بعد از اعشار، نگاه میکنید کلن اون عدد چند رقم با معنی داره. پس نگاه میکنید کلن اون عدد چند رقم با معنی داره. مثلا این عدد میشماریم 1 2 3 4 5 رقم با معنی داره، این یکی کلن 2 رقم با معنی داره. درسته؟ پس میاین طبق این که 2 رقم با معنی داره باید جوابتونم کلن 2 رقم با معنی داشته باشه. درسته؟ خب جواب من بخواد 2 رقم با معنی داشته باشه فقط دوتای اول باید حفظ کنم، بعدیا رو باید کامل حذف کنم. درسته؟ خب بخوام حذفشم کنم اولا بعد از ممیزن، دومن این 4 میخواد حذف بشه زیر 5، چون زیر 5 دیگه چیزی به قبلیش اضافه نمیشه. درسته؟ پس همون عدد 36 برای من میشه جواب. باید جواب به صورت 36 گزارش شود، زیرا نادقیق ترین عبارت محاسبه 24 صدم 2 رقم با معنی دارد. درسته؟ پس نگاه کنید جمع و تفریق خیلی متفاوته با ضرب و تقسیم. جمع و تفریق نگاه میکنید چند تا عدد بعد از اعشار داری، حالا اصلا مهم نیست که این عدد بعد از اعشار با معنی باشن یا نه. شما مثلا ببین چند رقم بعد از اعشار داری، باید همون رقم بعد از اعشار توی جواب داشته باشی. اما توی ضرب و تقسیم نگاه میکنید کلا چند رقم با معنی داری، مثلا هر چقدر تعداد رقم با معنی اون یکی که کمتر از همه است اون رو ملاک قرار میدی و جوابتونم به همون تعداد ارقام با معنی باید داشته باشه که حالا با توجه به اون 3 تا موردی که گفتیم باید بتونید جوابها رو شما چیکار کنید؟ گرد کنید و جواب اصلی رو به دست بیارید. خب چند تا تمرین اینجا بهتون دادم، محاسبات زیر رو انجام داده و پاسخهای خود را با تعداد صحیح از ارقام با معنی بیان کنید. ببین گاهی اوقات من سعی میکنم اون درسی که میدم براتون تمرین بگم، حالا چون من چند جلسه رو با هم میفرستم شما سعی کنید قبل از اینکه نگاه کنید توی جلسه بعد که من این تمرین رو چطور حل کردم خودتون سعی کنید تمرینا رو حل کنید تا حالا یه جایی که اگه اشکال دارید حالا بعد نگاه میکنید به جواب من به اشکالاتون پی میبرید. مثلا من این تمرین رو که الان به شما میدم به جلسه آینده اولین کاری که میکنم این تمرین رو حل میکنم که حالا که شما دیگه جواب صحیح رو بدونید و توی حالا جزوه هاتون یادداشت کنید. اما خب میگم قبل از اینکه من بیام حتما بخوام حلشون کنم شما حتما سعی کنید که خودتون اینا رو حل داشته باشید. نگاه کنید حتما جواب رو اول با ماشین حساب در میارید، مثلا این مثبت هست یا همون جمع هست، طبق قاعده جمع عمل میکنید و جواب نهایی رو به دست میارید و به همین ترتیب. این اسلش هایی که زدم یعنی تقسیم هست، یعنی این عدد دو تا در هم ضرب شده تقسیم بر این عدد شده و به همین ترتیب. معمولا وقتی میخواید جواب رو به دست بیارید اول جواب رو مینویسید و بعد با هم دیگه مقایسه میکنید. درسته؟ مثلا اینجا ضربه و تقسیم کل این جواب رو به دست میارید با ماشین حساب، بعد حالا میشینید و میگید مثلا چون ضرب و تقسیم به این روش عمل میشه. درسته؟ نمیخواد اول اینو به دست بیارید بعد اینو رقم با معنی کنید بعد دوباره تقسیم بر این کنید، چون اینجوری ضریب خطاتون میره بالا. پس جواب کلی رو به دست میارید و اون جواب کلیه رو هماهنگ میکنید با حالا اعدادی که دارید. خب مبحث بعدی توی این فصل در مورد محاسبات شیمیایی است. خب محاسبات شیمیایی رو شما یه مقدار آشنایی دارید،
قبلا میگم ما سعی میکنیم از ابتدایی شروع کنیم، حالا یه مقدار بعد مبحث و حالا سعی میکنیم بازتر براتون ارائه بدیم که حالا مطالبی رو اگه در دوران دبیرستان به شما یاد ندادن این قسمت دیگه مطالب اصلیش رو انشالله یاد بگیرید. خب محاسبات شیمیایی یکی ضریب تبدیل هست که اولین چیزی که باید یاد بگیرید در مورد ضریب تبدیل هست. ضریب تبدیل یا همون کانورژن فاکتور هست، برای استیکیومتری به کار میره. چطور هست؟ مثلا من یه تساوی دارم 1 اینچ برابر است با 2.54 سانتی متر، درسته؟ خب این تساوی رو من دارم، من توی هر تساوی 2 تا ضریب تبدیل میتونم بنویسم، یا بگم 1 اینچ بالا باشه 2.54 سانتی متر پایین باشه، یا برعکسش 2.54 سانتی متر بالا باشه 1 اینچ هم پایین باشه. به اینا میگن چی؟ ضریب تبدیل. و ما این ضریب تبدیل رو توی استیکیومتری استفاده میکنن. خب چه موقع از کدوم استفاده میکنن بستگی داره به اون موردی که از من میخواد. شما هر موردی که رو اینجا نوشتید بخواید این ضریب تبدیل رو درش ضرب کنید، باید ضریب تبدیل رو انتخاب کنید که مخرج ضریب تبدیل شما با اون عددی که اینجا نوشتید هم واحد باشن که بتونن پشت سر هم حذف بشن. شما اگه یه استیکیومتری نوشتید یه جایی نتونستی حذف کنید، پس استیکیومتری شما اشتباهه. ببینید سوالایی که ما به شما میدیم خب شاید از روش‌های تناسب خیلی راحت تر حل بشن، اما خب ما توی شیمی عمومی 1 مجبور هستیم شما رو با استیکیومتری آشنا کنیم. شما استیکیومتری رو در دوران دبیرستان خوندید و این واقعا براتون سخت نیست که بخواید استفاده کنید. حالا شاید برای کنکور یک روش‌های تستی به کار برده باشید و با اون روش عادت کرده باشید، اما متأسفانه ما نمیتونیم ازتون بپذیریم. باید توی شیمی عمومی 1 شما عادت کنید به اینکه کلا مسائل رو به وسیله استیکیومتری حل کنید که انشالله نمره کامل رو از ما دریافت کنید. خب یه مثال زدم، حالا میگم از ساده ترین مثال ما شروع میکنیم. مثلا نیم اینچ چند سانتی متره. خب شما وقتی میخواین کلا از طریق استیکیومتری پیش برید، اون چیزی که ازتون خواسته رو باید حتما به عنوان اولش به عنوان مجهول قرار بدید. شما ازتون سانتی متر رو خواسته، گفته چند سانتی متر است، پس سانتی متر علامت سوال برابر است با چی رو به شما داده؟ نیم اینچ. یعنی شما با نیم اینچ تازه باید شروع کنید، درسته؟ خب کدوم ضریب تبدیل رو استفاده کنید؟ از همون ضریب تبدیلی که توی اسلاید قبلی به شما دادم، اما باید حتما 1 اینچ پایین باشه، 2.54 سانتی متر بالا باشه که اینچ بتونه با اینچ ساده بشه و جواب رو به دست بیاری. صورت‌ها در هم ضرب میشه، تقسیم بر مخرج میشه 12.7 سانتی متر. پس اینچا با هم دیگه رفت، جوابی که به دست اومد سانتی متر بود، همونی که ما می‌خواستیم. خب یا مثلا میگه 20 سانتی متر چند اینچ می باشد. خب اینچ علامت سوال رو میذارید، با 20 سانتی متر تازه شروع میکنید، درسته؟ از همین ضریب تبدیل اما عکسش استفاده میکنید، درسته؟ 2.54 سانتی متر رو میذاری با پایین، 1 اینچ رو میذارید بالا که سانتی متر با سانتی متر راحت حذف بشه، جوابی که به دست میارید اینچ باشه، اون واحدی که از اول به عنوان مجهول بوده، درسته؟ خب به این ترتیب یک معادله تساوی بین دو واحد میتواند برای استخراج 2 ضریب تبدیل به کار رود. پس من یک تساوی داشته باشم 2 تا ضریب تبدیل میتونم براش بنویسم. این ضرایب عکس یکدیگرند. برای حل یک مسئله ضریب تبدیل درست آن است که منجر به حذف واحدی شود که قرار است کنار گذاشته شود، درسته؟ پس ضریب تبدیلی استفاده میکنیم که مخرجم با این واحدی که حالا میخوایم از بینش ببریم یکی باشن که بتونم حالا بقیه موارد ازش استفاده کنم. خب یه مثال دیگه اینجا ما زدیم براتون، گفته 75 صدم فوت چند سانتی متر است، درسته؟ پس گاهی اوقات ما نیازه که از چندین ضریب تبدیل استفاده کنیم که حالا ما کم کم شما رو آشنا میکنیم با این موارد. 75 صدم فوت چند سانتی متر است؟ 1 فوت 12 اینچه. خب اینو گفتیم، میدونیم که 1 اینچ هم 2.54 سانتی متره. پس من 2 تا ضریب تبدیل بعد استفاده کنم. اولین کاری که میکنم میگم مجهولم چیه؟ سانتی متره، درسته؟ خب بعد چقدر به من معلومات داده؟ 75 صدم فوت، درسته؟ خب حالا از این تساوی استفاده میکنم. این چون فوت هست پس باید فوت رو بذارم پایین، بگم 1 فوت میشه 12 اینچ. پس از این استفاده کردم. حالا بیام از رابطه اینچ استفاده کنم، چون اینچ بالاست بعد الان من اینچم پایین باشه، پس از این ضریب تبدیل باید استفاده کنم. بگم 1 اینچ 2.54 سانتی متره.
فوت با فوت میره، اینچ هم با اینچ میره، صورت ها رو در هم ضرب میکنید، تقسیم بر مخرج میکنید از نظر عددی. واحدش هم که میشه واحد سانتی متر، درسته؟ چون شما سانتی متر میخواستید. خب پیش‌بندهای مربوط به واحدها در دستگاه متر رو فکر کنم شما بیشتر توی فیزیک اینا رو خوندید، اما خب ما توی شیمی هم نیاز داریم این موارد رو باید حفظ باشید که حالا بتونید مسائل رو ان شاءالله خوب حل کنید. به عنوان مثال من اگه بخوام واحدهای بالای 10 رو بگم، یعنی واحدهای زیادتری رو بگم، اولی روش میگن دکا. دکا رو با دی ای نشون میدن، یعنی یه ضریب 10 میخوره ترکیب شما. یا هکتو، هکتو 10 به توان 2 منظور هست، اما بدونید با چه علائمی هم نشون میدن. کیلو که میدونیم 10 به توان 3 هست، مگا 10 به توان 6 هست، گیگا 10 به توان 9 هست و ترا 10 به توان 12 هست. خب برای زیر 10، برای زیر 1 یعنی مواردی که بخوایم ممیزی عمل کنیم، دسی یعنی 10 به توان منفی 1 متر، درسته؟ سانتی یعنی 10 به توان منفی 2، میلی یعنی 10 به توان منفی 3، میکرو یعنی 10 به توان منفی 6، نانو هم 10 به توان منفی 9، پیکو هم 10 به توان منفی 12، فمتو 10 به توان منفی 15 و آتو 10 به توان منفی 18. لطفا این موارد رو داشته باشین چون برای ضریب‌های تبدیل به خصوص زیاد ازشون استفاده میشه. خب یه مثال دیگه حل میکنیم. واحد آنگستروم، آنگستروم رو به این صورت نشون میدن، یه آی درجه، علامت درجه میذارن بالاش، هم فکر کنم آنگستروم رو زیاد شنیده باشه. واحد آنگستروم که به صورت 10 به توان منفی 10 متر تعریف میشه، یک واحد اس آی نیست. منظورم از واحد اس آی همین واحدها هستن که براتون بیان کردیم، همین واحدایی که بیان کردیم. اینا واحدهای شناخته شده توی بین الملل هستن، درسته؟ یعنی همه موارد که اینا استفاده بشه یعنی کل جهان باش آشنایی دارن، اس آی یا بین المللی هست. اما نگاه کنید آنگستروم واحد بین المللی نیست اما زیاد ازش استفاده میشه. خب به چه صورت هست؟ یک آنگستروم همون 10 به توان منفی 10 متره. حالا گفته این یک واحد اس آی نیست. خب الف گفته رابطه بین نانومتر و پیکومتر رو با آنگستروم پیدا کنیم. خب نانومتر 10 به توان منفی 9 یعنی 10 برابر آنگسترومه. اینجا نوشتم یک نانومتر 10 برابر آنگسترومه. اما پیکومتر 10 به توان منفی 12 است. اتفاقا از آنگستروم کوچیک‌تره. پس میتونم بگم یک آنگستروم میشه 100 پیکومتر، درسته؟ حالا فرقی هم نداره شما بگید یک پیکومتر 1/100 آنگستروم، هیچ موردی نداره. ما میگیم که رابطه‌شون رو با هم دیگه درست بنویسید. خب این مورد اول که رابطه‌شون رو نوشتیم. بعد مورد ب گفته شعاع اتم کلور 99 صدم آنگسترومه. حالا مقدار اون رو بر حسب نانومتر و پیکومتر پیدا کنیم. خب پس ما وقتی این دو تا تساوی رو داشته باشم راحت میتونم این مقدار رو بر حسب نانومتر و پیکومتر پیدا کنم. اول میگم چند تا نانومتره، درسته؟ 99 صدم آنگستروم رو میذارم ضرب دره. شما آنگستروم به نانومتر تبدیل کنید، پس از این تساوی باید استفاده کنید. کدوم رو باید بذاری پایین؟ همون 10 آنگستروم رو باید بذاری پایین، 1 نانومتر رو بذاری بالا که آنگستروم با آنگستروم حذف بشه و براتون نانومتر باقی بمونه، درسته؟ پس میشه 99,000 به نانومتر. خب مورد بعدی گفته بر اساس پیکومتر حسابش کنید. خب بازم 99 صدم آنگستروم دارم، از این تساوی استفاده میکنم. بازم باید آنگستروم رو پایین بنویسم که با هم دیگه حذف بشن. یک آنگستروم میشه 100 پیکومتر و آنگستروم با آنگستروم میره و جوابتون میشه 99 پیکومتر. پس این قسمت رو تونستید حل کنید. ببینید شما کلا با استفاده از استیکیومتری خیلی راحت میتونید واحدها رو با هم دیگه تبدیل بکنید. بریم سراغ درصد. ما بعضی وقتا بهمون درصد میدن و از رو درصد میگن که شما حالا از طریق استیکیومتری برید و اون مقداری که ما میخوایم رو به دست بیارید. این قسمت رو هم توضیح بدم براتون. مثلا میگن آلیاژ نیکل شامل 75% جرمی مس و 25% جرمی نیکل است. وقتی تو میگن آلیاژ نیکل این درصد جرمی مستاری درصد جرمی نیکل، شما میتونید بگید، حالا من این قسمت رو اول میخونم بعد توضیح میدم براتون. چون درصد به معنی بخش در صد بخش است،
می توان دقیقاً 100 واحد جرم از آلیاژ را برای استخراج ضرایب تبدیل در نظر گرفت. به این ترتیب بگیم در 100 گرم آلیاژ 75 گرم مس و 25 گرم نیکل وجود داره. پس شما وقتی که میخواین یه استیکیومتری برای درصد حل کنید، اولین کاری که میکنید درصدها رو به گرم تبدیل کنید. مثلا بگید انگار 100 گرم آلیاژ اگه من داشته باشم 75 گرمش مس، 25 گرمش نیکله. خب نگاه کنید، با همین تبدیلی که شما انجام دادید 3 تا تساوی میتونید بنویسید. میتونید بگید تو 100 گرم آلیاژ 25 گرم نیکله، دوباره بگید تو 100 گرم آلیاژ 75 گرم مسه، دوباره بگید مثلا 25 گرم نیکل معادل 75 گرم مسه. پس شما 3 تا تساوی میتونید به دست بیارید و از این 3 تا تساوی میتونید 6 تا ضریب تبدیل پیدا کنید. درسته؟ پس تنها کاری که شما انجام دادید برای درصد تبدیلش کردید به چی؟ به گرم. خب حالا یه سوال مثلا حل کنیم. گفته چند گرم نیکل باید به 50 گرم مس اضافه شود تا آلیاژ 75% جرمی مس و 25% جرمی نیکل به دست آید. خب اولا آلیاژش رو اینجا معرفی کرده، خب من همون بالا معرفی کردم دیگه. مثلا تو این آلیاژ شما قبل از که حل کنید باید حتما این تساوی رو بنویسید یا یه چیز اینجوری بنویسید که راحت بتونید ازش استفاده کنید. بگید در 100 گرم آلیاژ اگه من داشته باشم 75 گرم مس دارم، 25 گرم نیکل دارم. خب حالا ببینید اصلا چی میخواد. گفته چند گرم نیکل باید به 50 گرم مس اضافه بشه. یعنی دو تا ترکیبی که با هم مقایسه کرده، یکیش مس یکی نیکل، اصلا کاری به آلیاژ اینجا نداره چون بالاخره دو تا نمونه رو با هم دیگه مقایسه میکنه. پس شما نیکل رو لازم داری و مس. درسته؟ خب چی رو ازتون خواسته؟ گرم نیکل رو خواسته. علامت سوال برابر است با چی رو بهتون داده؟ 50 گرم مس رو بهتون داده. درسته؟ الان ضریب تبدیلی که شما استفاده باید بکنید تبدیل مس به نیکله. درسته؟ چون که مس رو بهتون داده، نیکل رو ازتون خواسته. پس اینجا آلیاژ هیچ اثری نداره. اگه مثلا در مورد آلیاژ صحبت کرد و آلیاژ رو در نظر میگرفتید، پس شما میدونید که 75 گرم مس معادل 25 گرم نیکل است. مس رو عمدن پایین نوشتیم که با هم دیگه حذف بشن. صورت ها رو در هم ضرب میکنید، تقسیم بر مخرج میکنید، جوابتون میشه 1.67 گرم نیکل. درسته؟ خب یه مثال دیگه حل کنین. گفته آلیاژ نقره شامل 92.5% آجی و 7.5% CU است. با استفاده از 3 کیلوگرم نقره خالص چند کیلوگرم آلیاژ نقره میتوان ساخت؟ خب اینم شبیه به اونه، فقط تنها حالا مورد متفاوتی که داره گفته 3 کیلوگرم نقره چند کیلوگرم آلیاژ. اگه اونی که بهتون داده کیلوگرم باشه، اونی هم که ازتون خواسته کیلوگرم باشه، دیگه نیازی به تبدیل واحد ندارین. درسته؟ زمانی شما نیاز به تبدیل واحد دارین که مثلا یکیش گرم باشه یکیش کیلوگرم باشه، بخواید دوتا رو به هم تبدیل کنید. اما زمانی که هر دو کیلوگرم یا هر دو گرم باشه دیگه نیازی به تبدیل واحد ندارید. خب چطور عمل میکنید؟ میگیم چی ازمون میخواد؟ این آلیاژ رو مینویسیم. میگم در 100 گرم آلیاژ نقره، در 100 گرم آلیاژ 92.5 گرم آجی دارم، 7.5 گرم سیو. اینو برای خودم یادداشت میکنم. درسته؟ حالا میگه با استفاده از 3 کیلوگرم نقره خالص چند کیلوگرم آلیاژ. پس ارتباطی ما باید بین آلیاژ بدیم و نقره. پس اینجا سیو رو اصلا من نیاز ندارم. پس ارتباط آلیاژ و نقره. چی رو میخوام؟ کیلوگرم آلیاژ رو میخوام. چی رو دارم؟ 3 کیلوگرم آجی دارم. درسته؟ خب پس شما باید از ضریب تبدیلی که بین آلیاژ و نقره هست استفاده کنید. میشه 92.5 کیلوگرم آجی 100 کیلوگرم آلیاژ. حالا ممکنه بپرسید ما مثلا توی قبلی میگفتیم گرم داریم. درسته؟ خب فرقی نمیکنه. شما میتونید مثلا بگید 100 گرم آلیاژ 92.5 گرم آجی 7.5 گرم سیو، یا همه رو کیلوگرم بگید. اگه 100 کیلوگرم آلیاژ داشته باشم 92.5 کیلوگرم آجی دارم، 7.5 کیلوگرم سیو دارم. فرقی نمیکنه. مهم اینه که هر دو یکی باشن. درسته؟ پس من اینجا به جایی که بیام اینو تبدیل کنم به گرم و بگم این گرمه اینم گرمه دوباره به کیلوگرم تبدیل کنم، دیگه این ضریب تبدیل رو دوتاشو بر حسب کیلوگرم نوشتم که هیچ تفاوتی نداره. پس داده من 3 کیلوگرم آجیه،
حالا بین آجی و آلیاژ باید من یک حالا ضریب تبدیل بنویسم. آجی رو باید پایین بنویسم، پس 92.5 کیلوگرم آجی، بالا هم 100 کیلوگرم آلیاژ. این دوتا با هم دیگه میرن، حالا صورت تقسیم بر مخرج که میکنیم میشه 3.24 کیلوگرم آلیاژ شما به دست میاد. خب تمرین بعدی این به عنوان مثال عذرخواهی میکنم، حالا نوشتم تمرین. مثال رو وقتی میگم یعنی همینجا خودم حل میکنم، تمرین رو میدم به شما که انشالله توی خونه حل کنید. خب اینجا اشتباه کردم، باید حتما به عنوان مثال باشه چون میخوام حلش کنم براتون. خب طلای خالص 24 عیار است. عیار رو با کا نشون میدن. حلقه ای از طلای 18 کا ساخته شده است، یعنی 18 عیار. چند درصد این فلز طلاست؟ خب میگه کلا طلای خالص 24 عیاره، من 18 عیار بخرم یا 18 عیار بسازم چند درصدش طلاست؟ و 18 تقسیم بر 24 ضرب درصد مشخصه دیگه، 75 درصد مال شما طلا میشه. درسته؟ خب 75 درصد طلا است. حالا میگه عکسشو سوال آورده، میگه آلیاژ طلا شامل 87.5 درصد طلاست. یه طلا است رو اینجا اضافه کنید. آلیاژ طلا شامل 87.5 درصد طلا است. این آلیاژ را بر حسب عیار طلا ارزیابی کنید. حالا اومده درصد رو بهتون داده، میگه عیارش چنده. خب باز میتونیم اینو از طریق استیکیومتری بریم، میگیم عیار طلا چنده. شما 87.5 درصد آیو یا همون طلا دارید. اگه 100 درصد آیو داشتید میشه 24 عیار. گفتیم دیگه طلای خالص میشه 24 عیار. پس میتونید اومدین از این ضریب تبدیل استفاده کردید، گفتید الان که 87.5 درصد طلا دارم، شما اگه 100 درصد طلا داشتید میشد چی؟ 24 عیار. پس به دست میاد 21 کا یا 21 عیار. درسته؟ پس ببینید درصد خیلی جا به دردتون میخوره. یکیش هم مواردی هست که اینجا به صورت آلیاژ گفتیم، یکی هم طلا هم که یک نوع میدونید آلیاژ هست، چون که چند مورد رو با هم دیگه مخلوط میکنن و طلایی حالا معمولا 24 عیار وجود نداره، یا خیلی حالا به صورت خشتی هست که نمیتونن، اینقدر نرمه که نمیشه حالا تغییر خاصی توش داد. معمولا توی CU یا موارد دیگه ای استفاده میکنن که طلای کم ناخالص‌تر بشه و استحکامش بیشتر بشه و بتونن ازش استفاده کنن. خب در آخر هم یه تمرین توی این قسمت آوردم براتون. چند گرم روی باید همراه با 2.35 کیلوگرم مس مصرف شود تا نوع آلیاژ برنج شامل 35 درصد ZN و 65 درصد CU ساخته شود. این تمرین رو هم انشالله سعی کنید حل کنید. من جلسه آینده هر دو تمرینی که توی این جلسه بهتون دادم رو انشالله براتون حل میکنم. تا جلسه آینده موفق و مؤید باشید و خدا نگهدارتون.